اونا که بی نمازن که تو روایت فرمود رسول الله فرمود برای من فرق نمیکنه کسی که بی نمازه یهودیت دنیا بره یا مسیحی. و ظاهرا اسرائیل علیه السلام بهش میگه تو که مسلمان نمیتونی از دنیا بری، بگو ببینیم مسیحی از دنیا میره یا یهودی. مسلمان از دنیا نمیرن اینا. حالا با اون بی نمازا کار نداره. اما اگر کسی نماز بخونه ولی اول وقت نخونه، مجبور میشه نمازشو با یه دروغ شروع کنه. ساعت 12 خدا صدات کرده گفته پاشو بیا سر سجاده، تو گول رئیس تو خوردی، گول مشتری رو خوردی، گول رفیق تو خوردی، ساعت 2 رفتی، میخوای بگی الله اکبر خدا نگرت میداره. میگه چی؟ الله اکبر خدا بزرگتره. اگه من بزرگترم که ساعت 12 صدات کردم، بزرگتره تو همونی که ساعت 12 منو بهش فروختی. بعد مجبور میشه به خدا دروغ بگی. نمازی که با دروغ شروع بشه چی تاش در میاد؟ روایت داریم، در روایت داریم فقط اول وقت و بحث حضور قلب و این حرفا نیست. فرمود نماز به محض اینکه از وقتش میگذره تاریک میره بالا، چون به عالم ملائکه راه پیدا نمیکنه تاریکه، برش میگردونن. وقتی برش میگردونن میگه زیعتنی زیعک الله، منو خراب کردی، خدا زندگی تو خراب کنه، خودتو خراب کنه، خدا نسل تو خراب کنه. نفرین میکنه نماز. بعد تو روایت میگه کسی اول وقت میخونه نماز نورانی میره بالا. منو حفظ کردی، خدا حفظت کنه، خدا زندگی تو حفظ کنه. مشکل همیشه هستا، ولی این که آدم وسط دریا تو دریا باشه ولی کپسول اکسیژن باشه نفسش بند نیاد مهمه. داداش قول بهت میدم نفست تو زندگی بند نمیاد. نماز اول وقت بخون.